مکتب وحدت‌آفری پیشوای ملت تحت این عنوان در دانشگاه ملی تاجیکستان همایش جمهوریوی علمی نظریوی بخشیده بر روز وحدت ملی با اشتراک رهبریت دانشگاه، استادان و کارمندان و مهمانان برگزار شد. ضمن تهنیت حاضرین، امامعلی نصرالدین زاده رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان ذکر داشت که روند صلح تاجیکان واقعی بسا بی‌نظیر و آموزنده است که سبق‌های ارزشمند آن نه تنها در داخل کشور بلکه بیرون از آن در سراسر جهان مورد قبول و آموزش قرار گرفت. سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی نه تنها ساکنان تاجیکستان را به هم آورد بلکه آن به وحدت تاجیکان جهان مساعدت کرد. صلح و وحدت تاجیکان ثابت نمود که در حل هر گونه ماجرا، ضدیت‌های اجتماعی و گروهی و قومی و ملی نقش شخصیت تاریخی برجسته است. از 24 تا 27 ایون سال 1997 در شهر مسکو فدراسیای روسیه سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی به امضا رسید که این رضایت رو، این سازشنامه رو به واسطه پیشوای معظم ملل اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم امامعلی رحمان با اعلامیه استقلالیت دولتی در یک ردیف میداند. یعنی پیشوای معظم ملل ذکر مینماید که اگر اعلامیه با تاجیکستان استقلالیت و صاحب اختیاری را عطا کرده باشد، پس این سازشنامه یعنی به ما همچون صلح و ثبات را تامین نموده است. در چاره‌بینی خادمان دولتی، سیاستمداران و نمایندگان دایره‌های ادبی اشتراک ورزیده پیرامون نقش اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در به دست آوردن ثبات سرتاسری ابراز اندیشه کردند. قید گردید که وحدت ملی همچون عامل متحد سازنده تمام مردم تاجیکستان شرایط فراهم آورد که با استفاده ارزش‌های از جانب جامعه جهانی اعتراف شده در جمهوریمان ته کرسی تشکل جامعه شهروندی گذاشته شود و برای بهتر گردیدن سطح زندگی مردم، آبادی و آینده دولت صاحب استقلالمان زمینه مساعد مهیا گردد. در ادامه همایش ناطقان عاید به ماهیت و اهمیت وحدت ملی، برقرار شوی صلح و امنیت و آسایش در جمهوری، ضرورت و حفظ صلح و وحدت با زحمت‌های زیاد به دست آمده، نقش سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در سرجم و به هم آوردن ملت تاجیک، تامین یکپارچگی سرزمین تاجیکان ابراز نظر کرده ذکر داشتند که محض به شرافت این ارزش والای دولتداری در تاجیکستان زمینه‌های رشد و پیشرفت فراهم آمده، جمهوری با کامیابی‌ها و دستاوردهای نظررس سیاسی و اقتصادی و فرهنگی نائل گردید.